درود شنوندگان گرامی. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجانقل. گفتار 61. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. деваштич родмарде бо рӯҳи шикастнопазир. گروه سغدیانی جانبدار کرزنج برای آن سوی فرغانه رهسپار گشتند که بعضی مضافات‌های این وادی هنوز زیر تصرف عرب‌ها ندر آمده بود. گذشته از این چندی از پیشوایان آشوبگران سغد با اخشید فرغانه علوتر قرابت و شناسایی داشته، با هدایت دیوشتیچ از او وعده پناه دادن آشوبگران سغدی را گرفته بودند. هنگامی که سغدیان پناهجوی به فرغانه وارد شدند، علوتر از تعقیب و کینه‌خواهی سرلشکری عربها سید الحراشی هراسیده مناسبت خود را با آشوبگران سغدی دیگرگون می سازد. او بهانه پیش می آورد که جایی وعده کردهش در استم نام موضع اسفره بعد 40 روز آماده می گردد و او در این مدت امنیت آنها را کفالت دادن نمی تواند. آشوبگران ناچار در خوجند باز می ایستند و علوتر احچکنانه پسری عمکش نیلن را به حضور سید الحراشی می فرستد تا که او را برای لشکرکشی به مقابل آنها به خوجند تشویق نماید. سید الحراشی که در نزدیکی دبوسیه سمرقند لشکر جمع آورده عزمی به مقابل آشوبگران دیوشتیچ رفتن داشت، در حال تابستان سال 722 میلادی سرلشکرش عبدالرحمن القشیری و پسر او زیاد ابن عبدالرحمن را با سپاه پیشاهنگ همراه نیلن سوی خوجند رهسپار می سازند. از دنبال آنها نیروی اساسی عربها با سروری سید الحراشی راه خوجند را پیش می گیرند. اسیانگران سغدی از نزدیک آمدن لشکری افزون عربها آگاه شده از اخشید فرغانه علوتر امداد می طلبند، اما او خود را از جنگ کنار کشیده بهانه پیش می آورد که تا 40 روز حمایت آنها را بر دوش نگرفته است و به جنگ عربها مداخله نخواهد کرد. آشوبگران ناچار به حمایه و جنگ نابرابر آماده گشته در بیرون دروازه های رباط خوجند چاه ها می کنند و بالایش را با نی و خاک می پوشانند. آنها یک چند عربی اسیر افتاده را
از دروازه قلعه رها نموده، گویا از پسی اسیران فراری امداد طلب تاخته آنها را دستگیر کردن می‌خواهند. فوجی سواره های عرب به مدد اسیران هم نسبش می‌شتابند و به چاه افتاده خود اسیر می‌گردند. عرب‌ها قلعه خوجند را محاصره نموده با منجنیق‌ها رخنه زدن می‌خواهند. اعتراضگران ناچار با شرط آزاد کردن 150 اسیری عرب، پرداختن خراج سال گذشته و آینده، سپردن سلاح و بازگشتن به سوخت صلح می‌بندند. اما دیری نگذشته پی می‌برند که به دام فریب سید الحراشی افتادند. سید الحراشی با بهانه آنکه ثابت نام شاهزاده مضافاتی اشتخانی سوخت زنی عربی را کشته زیر دیوار قلعه گورانده است، پیمان صلح را شکسته او و چندی از مقربانش را به مرگ محکوم می نماید. کرزنج از این عهد شکنی برآشفته هموطنانش را به آشوب و جنگی نابرابر می خواند. سغدی های بی سلاح با چوب دست و سنگ مسلح شده به عرب ها حمله می آورند و از دو طرف کسانی زیادی کشته می شوند. سید الحراشی همه شوریشیان سغد را به قتل می رساند و به قول طبری تنها 400 نفر تاجری از چین آمده سغدی مال خود را به عرب ها داده جانشان را می رهانند. بعد غارت خوجند و دهات اطراف آن سید الحراشی 7000 مردان قبیله جنگی را قتل کرده علوتر خیانت پیشه را وادار می سازد که برای نگاه داشتن مسندش 100,000 دینار صلحانه، 50 غلام و 50 کنیز یککچین پیشکش نماید. سپس او برای سرکوب آشوبگران دسته دیوشتیچ به سمت بالا آب زرفشان حرکت می کند. دسته های دیوشتیچ که هدف از عقبه شهرستان گذشته در فرغانه با آشوبگران کرزنج متحد شدن و با یاری حاکمان محلی و لشکر ترک ها بر ضد غاصبان عرب به راه ماندن مبارزه آشتی ناپذیر را داشتند، با سبب خیانت علوتر و غورک به ناکامی دچار گشته در نزدیکی دهه کومی ملک فلغر در قلعه ابرگر، حالا با نام قلعه موغ مشهور است، استحکام می گیرند. به مقابل دیوشتیچ تیر ماه سال 722 میلادی سپاه یککچین عرب ها با سروری سلیمان ابن ابو سری یک جایه با دسته های متحده خوارزمشاه شوکر ابن خموک، شاه اهارون و شومان اورم حرکت نمودند که لشکری پیشاهنگ را مسیب ابن بیشر فرماندهی می کرد. فداییان دیوشتیچ از قلعه به فاصله 1.5 فرسخ 8-10 کیلومتر پیش آمده در تنگنای قلعه کوم استحکام گرفتند و محاربه نخستین را آغاز نمودند. در نتیجه جنگ های شدید
هر دو طرف تلفات زیاد داده باشند هم دسته هایی به موضع محاربه آشنای غورک وضع هموطنان سغدیشان را تنگ نموده آنها را به عقب نشینی وادار می سازد. سغدیان استقلال خواه در داخل قلعه ابرگر سنگر گرفته مبارزه را ادامه می دهند. چندی نگذشته ذخیره آب و خوراکواری آشوبگران تمام می شود و آنها در حال ناگوار می مانند. دیوشتیچ مبارزه را در قلعه ابرگر ادامه بخشد هم از بی نتیجه بودن مقاومت و به گرسنگی و محتاجی مبتلا شدن همسفانش اذیت می کشد. او همراهی عرب ها به گفت و شنید آغاز کرده پیشنهاد می کند که در صورت بخشیدن حیات 100 خاندان اصیلزاده‌ای در محاصره بوده شخصاً تسلیم شده به حضور سید الحراشی می رود. عرب ها کفالت نگاه داشتن حیات 100 خاندان با نفوذ سغدی و رنج و آزار ندادن دیوشتیچ را می دهند و او اختیاراً به حضور سید الحراشی می رود. سرلشکری مکار عرب دیوشتیچ زیرک و خردمند را خوش می پذیرد و حتی به خود هم سفر و هم نشین می سازد. اما از میان ماهی نگذشته تیر ماه سال 723 میلادی او را در میان راهی کیش و اربینجان چهارمیخ کرده وحشیانه به قتل می رسانند. سید الحراشی جسد دیوشتیچ را بر درآمدگاه یکی از گورستان‌های شهر آویخته زیر آن می نویسد که هر کس جسد مذکور را از این محل بردارد ما به عوضش 100 تن از مردم اربینجان را خواهیم کشت. سید الحراشی سپس سری آخرین شاه سغدی دیوشتیچ را به مرکز خلافت شهر دمشق و دست راستش را به سلیمان ابن ابو سری می فرستند. گذشته از این سید الحراشی همه مال و اموال 100 خاندان رها یافته را ستانیده سپس آنها را چون جانبدار دیوشتیچی مسند اخشیدی را ربوده به اختیار غورک می‌فرستد و شاید غورک نیز از آنها قصاص ستانیده با دست خود چندین هموطنان استقلال خواه را با بهانه یاری دادن به دیوشتیچ رقیبش سر می‌زند. همین طریق دیوشتیچ 14 سال در ملک پنجکند و پس از آن 1 سال در سمرقند فرمان روایی کرد و در سالهای 720-722 میلادی پس از عقب نشینی در برابر عربها در قلعه کوه مخ پناهنده و سرانجام کشته شد. بسیار علم‌آور است که مبارزه استقلال خواهانه آشوبگران سغدی با خیانت همدیاران به ناکامی گرفتار شده موج اسیان‌های آزادی خواهانه در سغد و فرغانه سرکوب گردید.
حجت‌های قلعه مخ که سال 1932 در خرابه‌های کوشک ابرگر یافت شده اند، قریب 80 سندی با خط سغدی در چرم و کاغذ و چوب کتابت شده می باشد که از روزگار و آثار این مردان فدایی به ما حکایت می نماید. در این حجت‌ها عنوان‌های دیوشتیچ امیر پنجکند، شاه سغد، اخشید سغد و حاکم سمرقند ذکر شده است. طبق پژوهش محققان، اجداد آل میکال که در عصرهای 10-12 در خراسان زندگی کرده منصب‌های مهمی را در دوره‌های گوناگون در اختیار داشتند، به دیوشتیچ می‌رسد. حسنک وزیر که سلطان محمود غزنوی او را به خاطر دانش و تجربه‌اش به وزارت حکومت خیش پذیرفته بود، نیز از نسل دیوشتیچ بوده است. بدون شک کارنمایی‌های فرزندان فدایی و وطن پرست هیچگاه فراموش نمی‌گردد. نسل‌های نوی که به عرصه حیات می آیند باید از مبارزه و جان نثاری‌های قهرمانان ملی ما چون دیوشتیچ، سپیتامین، مقنع، سنباد مغ، ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث، اسماعیل سامانی، تیمور ملیک، واسی و صدها نفر دیگر به طور کامل آگاه باشند. سال 2016 به یکی از ناحیه‌های باستانی ولایت سوخت نام قهرمان بزرگ خلق تاجیک دیوشتیچ مناسب دانسته شد. ما این گونه تصمیم را به خاطر گرامی داشتی روح شکست ناپذیر دیوشتیچ و با نیت ادامه بخشیدن به فداکاری و کارنامه‌های آنها از جانب نسل دوران استقلال قبول کردیم تا نسل امروز و فردا از مبارزه و جان نثاری‌های قهرمانان ملی‌مان افتخار نمایند و از آنها سبق بزرگی وطن دوستی و استقلال خواهی آموزند. می خواهم با قناعتمندی تأکید سازم که در عین حال ناحیه دیوشتیچ همچون یکی از موضعهای دوردست مملکت در نتیجه تطبیق برنامه‌های دولتی و عزم و تلاش وطندارانه ساکنان آن در سمت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت‌های نظررس نایل می‌گردد. سیفالدین اسفرنگی، شاعری مضمونساز و معنی آفر. اسفره یکی از شهرهای اساسی صناعتی و کشاورزی و گوشه زیبا منظره تاجیکستان عزیزمان بوده
با دهقانان اصیل و مردم زحمت دوست، اینچنین با باد و هوای خوش و گوارا، باغ‌های شهدریز و معماری به خود خاصش شهرت دارد. این شهری باستانی همچنین با فرهنگ و هنر، دانشمندان و عالمان، شاعران و نویسندگان، طبیبان و خونیاگران مشهور خود چون سیف الدین اسفرنگی، نام شاعر در بعضی منبع‌ها در شکل سیف اسفرنگی ثبت شده است، مشرف اسفرنگی، بهجت اسفرنگی، زیبا پری، عمر حافظ، لطف الله بزرگزاده و دیگران شناخته شده است. سال 2016 ما 830 سالگی شاعر کلاسیک تاجیک سیف الدین اسفرنگی را تجلیل نمودیم که چاره‌بینی‌های علمی و ادبی و فرهنگی و هنری آن در سطح بلند دایر شده از جانب مردم معرفت پرور و فرهنگ دوست کشور استقبال وسیع یافت. بزرگداشت جایگاهی چنین چهره‌های تاریخی و فرهنگی ملت بیشک ماهیت فراگیر سیاست فرهنگ پرورانه دولت ما را نشان می‌دهد. سیف الدین اسفرنگی که در خاندان یکی از شخصیت‌های شناخته زمان خیش به دنیا آمده تعلیم و تربیت گرفته است، از جمله شاعران معروفی عصرهای 12-13 بوده سالهای 1185 1267 میلادی در اصفهان عمر به سر برده است. او در نظم و طبق بعضی سرچشمه ها در نثر نیز اثرها ایجاد کرده است، ولی از آثار نثری او تا روزهای ما نمونه باقی نمانده است. مؤلفان تذکیره ها تنها از دیوان شاعر یادآور شده اند که هنوز در زمان زندگی او مرتب گردیده است. ایجادیات شاعر پرغناوت و دارای مضمونی بلند اجتماعی و فلسفی بوده، در آن محبت و زیبایی، نیکی و پاکی، نشاط و خرسندی، بزم و سرور، صفا و تراوت بهار و پهلوهای دیگر زندگی تصویر و وصف شدند که سیف الدین اسفرنگی را در تاریخ ادبیات صاحب مقام و نام او را ماندگار گردانیدند. شاعر در آثارش خصلت‌های حمیده انسانی به مانند نکوکاری، عدل و انصاف، خردمندی و فضل و ادراک را با مهارت بلند ترغیب نموده است. شهرت ایجادی شاعر دامنه گسترده داشته، مرزهای دوردستی را عبور کرده، در گوشه‌های دور و نزدیک دل دوستداران ادب را به دست آورده است. از این رو آثار او مورد دقت پژوهشگران زیاد گشته، در کشورهای دور و نزدیک مورد تحقیق و بهره برداری قرار گرفته است. به خصوص هنر ایجادی شاعر توجه محققان زیاد خارجی امثال همر 1818، دارن 1852،
شپرینگر 1854 کارل ریا 1891 پیرچ 1886 هرمن ایته 1903-1907 ادوارد براون 1906 یوگینی بیرتلز 1948 ایرژی بیچکا 1956 اندری بولدریف 1971 یوسف براگینسکی 1972 و دیگران را جلب نموده است. یکی از محققان معروف فیروز خانیکف در نیمه دوم عصر 19 میراث پربهای شاعر را به روسیه انتقال داده است و امروز 12,000 بیت شاعر در آثارخانه دولتی ارمیتاژ شهر سنت پترزبورگ محفوظ می باشد. بانوی دانشمند پاکستانی زبیده صدیقی به تحقیق آثار سیف الدین اصفرنگی پرداخته از کتابخانه‌های کشورهای ایران، ترکیه و روسیه آثار شاعر را دسترس کرده بعد تهیه متن علمی انتقادی آثار به تدوین دیوان شاعر شروع نموده است. باید گفت که در کشور ما بار اول دانشمندی شناخته دکتر علمهای فیلولوژی لاله سلیمانووا راجع به حیات و ایجادیات سیف الدین اصفرنگی رساله علمی سال 1966 نوشته، آن را سال 1973 در شکل کتاب چاپ کرد. همچنین با اهتمام او سال 1978 منتخب اشعار سیف الدین اصفرنگی به نشر رسید. با سپارش ما در روزهای تجلیل جشن شاعر دیوان نوی او خوجند خراسان 2017 832 صحیفه با صفت بلند نشر گردیده، همچون رمزی احترام به مردم ادبیات دوست اصفهان باستانی و همه مردم تاجیکستان تقدیم شد. آن بیشک یکی از پدیده‌های مهم ادبی زمان به شمار می رود که تهیه‌گر، مؤلف پیشگفتار، لغات و توضیحات آن دانشمند پرکار و خوش سلیقه نامزد علمهای فیلولوژی سبحان اعظمزاد می باشد. شما گفتار 61 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.